بچه‌ها شما کتاب‌های بدیهی بچگانه را دوست می‌دارید؟ شما چی؟ بله من دوست می‌دارم. من هم دوست می‌دارم. البته ما می‌دانیم که همه کودکان خواندن کتاب‌های بدیهی را دوست می‌دارند. دلیل گفته ما آن است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است سال تا سال شماره اشتراکچیان از جمله خوانندگان خیلی زیاد شده است. بله بچه‌های عزیز، همه ما می‌دانیم که امروزها نیاز به کتاب‌های بدیهی بچگانه نوجات خیلی افزوده است. از این خاطر وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای ایجاد اثرهای بدیهی بچگانه، افسانه، شعر، حکایه، اثرهای اطلاعاتی، اکولوژی، آزمون اعلان کرده است. اعلان در روزنامه آموزگار از 20 ایول سال 2023 چاپ شده است. در آزمون همه خواهشمندان از جمله شاعر و نویسندگان، آموزگاران، خوانندگان و حتی پدر و مادران اشتراک کرده می توانند. آزمون تا 31 دکبر سال 2023 ادامه می یابد. ایجادکاران می توانند اثرهای ایجاد کرده خود را برای آزمون در شکل الکترونی به نشانی ادبیات کودک سکچه میل رو با معلومات خود می توانند پیشنهاد نمایند. اثرهای در آزمون غالب آمده با تعداد زیاد نشر گردیده به مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی تقسیم کرده می شوند. ما حتما اثرهای غالبان را میکابیم و میخوانیم. آفرین لاله جان.